باستانشناسی چیست؟ باستانشناسی در واقع یعنی مطالعه و بررسی زیست مردم در گذشته تا بدونی گذشتگان چجوری زندگی میکردن، کجا زندگی میکردن، محل زندگی خودشون رو چجور پیدا میکردن، اونجا رو چجور میساختن، چه غذایی میخوردن، اون غذا رو از کجا و چگونه تهیه میکردن، در سرما و گرما چه میکردن، چگونه با هم معاشرت میکردن، چه رسم و رسوم و آیینی داشتن، به چه چیزی یا چه کسی ایمان داشتن، چگونه و در کجا شکرگزاری میکردن، وسایل و اساسی زندگیشون از چی بوده، اونها رو چجور تهیه میکردن، آیا از جمله معروف الان چی بپوشم استفاده میکردن یا فقط یه چی میپوشیدند؟ اصلا چی میپوشیدن؟ اون چی که میپوشیدن رو چجور تهیه میکردن؟ و از همه مهمتر، آیا تمام این الزامات زندگی رو در اختیار داشتن؟ اگر آره، از کجا و چجور به دستش می آوردن؟ اگر نه، پس چجور باهاش کنار می اومدن و در آینده چگونه بهش رسیدن؟ و کلی آیا و چگونه و چرا و چجور و علامت سوال دیگه. مثلا آیا سفر می رفتن؟ چجور می رفتن؟ نمی رفتن؟ چجور؟ پس الان دیگه میتونیم جواب بدیم به کسی که ازمون میپرسه